خاطرات تلخ و شیرین کم نداشتیم. اما الان میخوام اعتراف کنم بیشتر از این که ازت ناراحت باشم. دوست دارم. یکی بود، یکی نبود. شهرزاد در 1001مین شب روایت خود گفت ای ملک جوانبخت، اکنون که احوال تو دگرگونی یافت و به درک رنج آدمی نائل شدی، آسوده باش که سبکبار شدی و پیراسته. و نوبه قرار و آرامش توست و موعد خواب خوابای طلایی که شاید همان رویاهای از دست رفته بیداری تو باشن.